رستم حلیموف 9 سال پیش همراه با خانواده‌اش به روسیه آمد. آن زمان پسر آنها قاسم همگی 2 ماه داشت. حالا قاسم در صنف سیوم میخواند و ماه پیش به ایجاد شعر با زبان روسی آغاز کرد. زبان اول او زبان روسی است. من از او تاجیکی مسکوی نام میبرم. او تاجیکی را میفهمد اما خوب صحبت کرده نمیتواند. کوشش میکنم در خانه با او با زبان مادری گپ زنم. بعد چند جمله او میگوید پدرجان بهترش بیا با روسی صحبت کنیم. برای او معاشرت با این زبان راحت تر است. قاسم حلیموف در یک مکتب عادی مسکو میخواند. در صنف او کودکان دیگری هم هستند که همراه با والدان مهاجرشان به مسکو آمدند. در صنف آنها 4 خواننده دیگر از خانواده مهاجر است. 2 نفر از تاجیکستان، 2 نفر از ازبکستان. تحصیل این 4 نفر چندان خوب نیست. به والدان آنها مشورت دادند برای فرزندانشان معلم علاوگی بگیرند، ولی من از پسر خودم افتخار میکنم چون تحصیل او خوب است. حالا قاسم به پدر و مادرش در آموختن زبان روسی یاری میکند. او بعضاً برای آنها ترجمانی هم میکند. مثلا وقتی یک جای به مغازه می روند با فروشنده ها صحبت می آراید. قاسم در مسکو به وای رسیده است و مشکلی ندارد، ولی حال کودکان مهاجره که تازه به مسکو آمدند از او فرق می نماید. در روز اول درس معلوم شد که دختری من بسیار گپ زدن را دوست می داشته است. او را با پسرچه با نام حیدر پشت یک میز نشاندند. او عموما روسی را نمی داند و حرف دخترم را نمی فهمد. دختری من هم زبان او را نمی داند. چطور آنها سر یک میز می شینند؟ به گفته اکسان همایش فرزندان مهاجران که محض به همین خاطر صنف‌های آمیخته تأسیس داده شد، در اصل تجربه ناموفق است. Они общаются между собой, если это дети одной национальности, а у нас дети разных национальностей. آنها فقط بین خود صحبت میکنند. مثلا اگر کودکان از یک ملتند با هم معاشرت کرده میتوانند. در اینجا کودکان از کشورهای مختلف زیادند و در نهایت آنها به گروه ها تقسیم میشوند و به دلیل زبان مشترک با هم دوستی میکنند. Они, наоборот, все очень отдельные и обособленные, каждый со своими. در مکتبی که دختر اکسانه یعنی تحصیل میکند به خوانندگان درس علاوگی زبان روسی دادن نمی شود. دختر او میگوید کوشش میکند که به کودکان در آموزش این زبان یاری کند. من تو نه، من تی گفتن در کار. من با او این رو میلیون بار تکرار میکنم. ولی این کار رو نه من بلکه باید اون معلم اجرا کنم. آنها رو باید از همین خوبسوری برخی از والدان کودکان روس با توجه به این مشکل یعنی تحصیل فرزندان مهاجران بچه های خود را به مکتب های دیگر میبرند. به گفته اکسان پاشینه از مکتب دختر او یک بار 3 خواننده را گرفتند. پسر رستم حلیموف قاسم برعکس فقط با مسکوی ها صحبت میکند. وقتی پدرش او را در تعطیل به تاجیکستان فرستاد وی در آنجا زیاد نماند. پس از 10 روز قاسم از والدانش خواست که او را به خانه‌شان به مسکو برگردانند.